چند روزه که فضای مجازی پر شده از یه خبر که یوتیوب فارسی نابود شد، درآمدها صفر شد. امروز داشتم کتاب قاعده 10 برابر از گرانت کاردون رو میخوندم، به یه نکته خیلی جالبی رسیدم و اون این که تو چه هدفی از اومدن تو یوتیوب واسه خودت انتخاب کردی؟ آیا هدفت این بود که فقط به درآمد برسی، یا اینکه هدفت اینه که 1000 تا سابسکرایبر بگیری، 1 میلیون لایک و ویو بگیری؟ تو لازم داری که یه هدف 10 برابر بزرگتر از تصوراتت انتخاب کنی و 10 برابر بیشتر از اون کارهایی که لازمه و فکر میکنی که باید انجام بدی و اقدام کنی و انجامشون بدی. بنابراین اینا رو یادت باشه که همین الان دوربین رو روشن کن، بدون یه سناریوی دقیق فقط 3 دقیقه راجع به این حس کرختی و تصمیمات جدیدت حرف بزن. حتی اگه منتشرش نکردی، فقط یخ این اقدام نکردن رو بشکن. یادت باشه که آقای کاردون میگه نوشتن استراتژی روی کاغذ بدون اقدام وحشیانه فقط یه توهمه. منتظر شنیدن خبر آپلود شدن اولین ویدیوهای این سری جدیدتون هستم. واسم توی کامنت ها حتما بنویسید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. ارادت.